سلام خدمت مخاطبان عزیز. در شهر چالدران و بخش آوادیخ هستیم و در این طبیعت زیبا که مشاهده می‌کنید امروز می‌خواهیم گوشه ای از زیبایی های شمال ایران و آذربایجان رو به شما نشون بدیم. در این میان می‌خواهیم در یکی از سرچشمه های آبهای روانی که حاصل از ذوب برف ها هستش، در کنار اونها سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله عقیق و جاسپر پیدا کنیم. با ما همراه باشید. آقا سعید در حال چیدن الیز هستش، یک سبزی بسیار خوشمزه که به صورت خام نیست البته. در غذاهای همچون چلجوش، آش کشک، آیران آشی که ما همون دوغاش میگیم، آش دوغ میگیم، پخته میشه و همونطور که مشاهده میکنید. آقا سعید بسم الله، نظرت چیه در مورد دشت امروزت؟ عالی عالی. آقا محمد چایمون هم دم اومد، واقعا دلچسب اینجا چای خوردن. رنگشو نگاه، به به. آقا محمد مثل آب چشمه است، یعنی بسیار گوارا هستش. ممنون. در کنار یکی از جاذبه‌های طبیعی بخش آوادیق و روستای نادو هستیم که آبها در این فصل، یعنی فصل بهار، در حال ذوب شدن هستند و من مطمئنم با توجه به سنگ سیلیسی که در این اطراف هست، سنگ های عقیق و دیگر سنگ ها هم موجود هستش. مطمئنم باید کفشم رو در بیارم و جورابام در بیارم، بیفتم داخل آب تا براتون سنگ پیدا کنم و به نمایش در بیارم. با من همراه باشین. به به، کفشامون هم در بیاریم، یه اتصال هم به زمین داشته باشیم در این طبیعت زیبا. این سنگ هم خیلی داغ هستش. بریم داخل آب ببینیم چه خبره. محمد پام سوخت. محمد معمولا اون سنگایی که محمد یکم سخته ولی میره. سنگایی که خودشونو نشون میدن یه جذابیت خاصی تو آب دارن. حالا ببینیم. یکم هم سخته. یک سنگ جاسپر پیدا کردیم. در کشور ما این سنگ ها ارزش خاصی ندارن، ولی برای درست کردن مجسمه ها و اشیای دکوری ازش استفاده میشه. حالا ما این سنگ رو دور نمیندازم، جمع میکنیم اینجا ببینیم آخر سر چه سنگایی باز پیدا میکنم. بله یه دونم سنگ اینجاست، ببینم یه سنگ آتش فشانی هستش. بعد اینم خیلی مهم نیست. یه سنگ بسیار زیبا. محمد ایستادنم تو این سرما خیلی سخته. حالا ببینیم چجوری هستش. همونطور که میبینید واقعا زیبا هستش. فکر کنم محمد با توجه به شناخت کمی که دارم از سنگ ها و چیزهایی که از استاد پیری از کانال یشیلگالا یاد گرفتم، این باید عقیق کارنلیان باشه. یک عقیق زیبا هستش که اگر نگاه کنید بسیار زیبا هستش و نور رو هم از خودش رد میکنه. دارای رگه های خاصی هستش که زیبایی داره. حالا ببینیم اینم میذاریم بغل این جاسپرمون.
ببینیم بازم سنگ هست اینجا. بله آقا محمد، یه سنگ نمیدونم چیه، سبز رنگه. نه این یه برگ درخته. یه سنگ اینجا هست، ببینیم. به به آقا محمد، اینم خوشگله، یعنی میشه گفت عقیقه، یعنی یک سیلیس کره‌ای خیلی هم رسیده است. مطمئنم اینم احتمال دارم که دیدم که عقیق هستش. بعد ببینیم بازم سنگ هایی هستن. این هم سیلیس هستش، در نوع خودش بی‌نظیر. این سنگ ها یک سنگ توف آتش فشانی هستش که همونطور که میبینید این سنگ های توف سنگ های هستن خیلی سبک هستن، یعنی بعضی هاشون هم هستن که میندازید روی آب، روی آب میمونن. حالا ببینم بازم سنگ میتونیم پیدا کنیم. آقا محمد، نه اینجا هم یک چیزی بگم، چون که بسترش آتش فشانیه، سنگ های بازالتی هستن اینا. اما نشون بده سنگ های بازالتی رو. سنگ های بازالتی همون سنگ های آذرین هستن که مطمئناً این چند تا سنگی هم پیدا کردیم ممکنه از جاهای دیگه بیان، یعنی برای اینجا نیست، سیل آورده یا رانش زمین شده، به اصطلاح یه چیزایی شده که این سنگ ها اینجا پیدا شدن. حالا آقا محمد باید بریم سمت بالای نادو، بریم قسمت رود ایریشای، یعنی رود کج که دقیقاً نقطه صفر مرز ایران و ترکیه است. بریم اونجا، احتمال داره اونجا ما سنگ‌های بهتری هم پیدا کنیم. چون که گفتم اینجا یک مسیر بازالتی است، یعنی آتش فشانی حاصل ماگما هستش، یعنی مسیر ماگماتیک هستش. اینجا سنگ کم میشه پیدا کرد. اون سنگایی هم که پیدا کردیم احتمالاً از اون ها اومده، حاصل مسیل سیل هستش که از یه جاهای دیگه کنده و اینجا آورده. فعلا دوستان با ما همراه باشید. یک پیاده روی 30 دقیقه 40 دقیقه خواهیم داشت تا به سمت مرز ترکیه و رود ایریشای در شهرستان چالدران، منطقه آواجیخ و روستای نادو. با ما همراه باشید.